بریم در مورد پروتکل اسپن یا پورت میرورینگ صحبت بکنیم. پروتکلی که تو سناریوهای وایرشارکی میتونه بسیار پرکاربرد باشه. من داخل پکیج تریسر یک شبکه ساده ایجاد بکنم. 3 تا یوزر 4 تا یوزر میذارم، یه سرور، یه سویچ 2960 و یه روتر هم میذارم. شما میتونین داخل هر ایمولیتور یا سیمولیتوری که مد نظرتون هست این سناریو رو بررسی بکنین، یا بهتر که اصلا تو محیط واقعی انجامش بدین. خیلی بهتر از هر سیمولیتوری یا هر ایمولیتوری میتونه پروتکل اسپن رو بهتون نشون بده. پروتکل اسپن البته انواع مختلفی داره که در این جلسه و جلسه بعدی در موردشون صحبت خواهیم کرد. اسپن رو من این جلسه میگم، وی اسپن هم اگه وقت بشه میگم، اگه نشد برای اینکه طولانی نشه جلسه میذاریم جلسه بعدی، و 2 تا اسپن دیگه هم جلسه بعد در موردش صحبت میکنیم. انواع پورت میرورینگ در زیرساخت‌های مختلف. فعلا زیرساختمون رو ایجاد بکنیم. اینجا من آی پی 10.10.1.2 رو بدم. ده 10.1.3 10.10.1.4 و 10.10.1.5. آیپی ها رو بنویسیم این بخش. همه هم توی یک ویلن فعلا قرار دارن. یک 4 و 10.10.1.5. این سمت هم میدیم 10.10.1.10. اینجا هم میذاریم 10.10.1.1. خب همه داخل ویلن 1 که ویلن دیفالت هست باشه. این و 10.10.1.10 و بریم سراغ اینترفیس روترمون. گیگ 0.0 ببخشید enable config terminal interface گیگ 0.0 no shutdown IP address 10.10.1.1. خب این هم از این. در حالت عادی وقتی که من یک بسته ای رو فرض کنیم، من اینجا تو سرورم یک وایرشارک باید آوردم یا ابزار دیگه برای کپچر و میخوام کل بسته هایی که در شبکه جریان داره یا بسته های خاصی در شبکه رو کپچر کنم، مانیتور کنم و داشته باشمشون، حالا بررسی بکنم اونا رو. در حالت عادی این سرور بسته هایی که به سمتش میان، یعنی با هدف رسیدن بهش، آی پی مقصدشون 10.10.1.10 یا مک مقصدشون مک مقصد سرور هست، یا بسته هایی که خود سرور به بیرون میفرسته، یا بسته هایی که از طریق مالتیکست یا برودکست برای این سرور ارسال شدن رو دریافت میکنه.
سایر بسته ها رو دراپ میکنه. حالا ما میخوایم کاری کنیم که تمام پکت هایی که در شبکه جریان داره بیاد به سمت این سرور، در واقع مثل آینه میرور بشه روی این اینترفیس و این سرور بتونه همه اینا رو ببینه. از طریق پروتکل اسپن میخوایم این کار رو انجام بدیم که توی شبکه های بزرگ میتونه بسیار پرکاربرد باشه این کار. اینطوری کل بسته هایی که در شبکه جریان دارن رو میبینیم، نه فقط بسته هایی که میرن سمت روترمون و میرن سمت اینترنت برمیگردن. اگه اون فقط هدفمون بود اینجا میتونستیم وایرشارک رو اجرا بکنیم و مشکل حل میشه. من میخوام بسته هایی که مستقیم بین پی سی ها هم در جریان هست رو هم حتی ببینم. حالا شما 20 تا یوزر در نظر بگید، 4 تا سویچ لایه اکسس، 2 تا سویچ دیستریبیوت، تو چین ساختار بزرگی هم من میخوام همه رو داشته باشم. کاری که میکنیم چیه؟ پروتکل اسپن رو بدیم اجرا بکنیم. قبل از اینکه من البته اسپن رو اجرا بکنم نشون بدم اگه من الان پینگ 10.10.1.3 رو بگیرم چه اتفاقی میفته. رو سیمولیت هم هست عالیه. بسته میاد میره 10.10.1.3 و تمام، دوباره برمیگرده 10.10.1.2 و به پایان میرسه. خب حالا بریم پروتکل اسپن رو اجرا کنیم. من اینجا بذارم، من بیارم این ورتر. چیکار میکنیم؟ مانیتور سشن 1 یه دونه سشن باز میکنیم، سورسش رو مشخص میکنیم. حالا سورس چی باشه؟ کدوم اینترفیس سورس ما باشه؟ میخوام بستایی که از فصل اینترنت 01 وارد یا خارج میشن رو بررسی کنم، بستایی که از فصل اینترنت 02 03 04 کدوم رو میخوام بررسی کنم. هر کدوم رو میخوایم بررسی کنین اینجا می‌نویسین. مثلا فرض کنیم من میخوام اینترفیس فصل اینترنت 01 و 2 رو بررسی بکنم. خب مرحله بعدی بذاریم ببینیم اینو چطوری قبول میکنه ازمون. این کلا یه دونه ای قبول میکنه. تو محیط واقعی میتونین رنج هم بندازیم، بگین از 01 تا مثلا 05. خب من فعلا یه دونه بنویسم. مرحله بعدی باید بهش بگیم که قراره بسته هایی که وارد سویچ میشن و میرور کنیم، بسته هایی که خارج میشن از این اینترفیس سویچ یا دو طرفه. اگه میخواین بذارین توی اسنیپینگ تولز اینو بهتون نشون بدم. اگه هدفتون اینه بسته‌هایی که وارد سویچ میشن رو بررسی بکنین، میرور بکنین، اصطلاحاً اینگرس ترافیک، گزینه RX رو میزنین. اگه میخواین بسته‌هایی که خارج میشن از این اینترفیس رو میرور بکنین، TX یا اگرس ترافیک، و اگه هر دوتا گزینه باس رو انتخاب میکنیم. من میخوام الان هر دوتا رو داشته باشم، گزینه باس رو میزنم. حالا میتونستم بنویسم فصل اینترنت 01 تا 03، اینطوری هم میتونستم مشخص بکنم. ولی من میخوام علاوه بر این که بسته های 01 رو میبینم بسته های 06 هم ببینم. میتونم جدا جدا هم بنویسم، چند تا سورس تبدیل بکنم. حالا هر کدوم که نیازه ببینین مشخص میکنین. مثلا میتونم 03 رو بنویسم، 04 بنویسم، همه رو میتونم بنویسم. و مرحله بعد مقصد رو مشخص میکنیم. سشن 1 دستینیشن همون کجاست؟ فصل اینترنت 05 که به سمت سرور اینترفیس چی شد؟ اینترفیس فصل اینترنت 05.
خب الان چه اتفاقی افتاد؟ ببینیم چه کانفیگی نوشتیم. مانیتور سشن 1 سورس فست اترنت 01 و فست اترنت 06 باشه و دستینیشنش هم فست اترنت 05 باشه. جفتشون هم روی باس باشه، هم سمت ورودی هم سمت خروجی. ببینیم چه اتفاقی واسه این بسته آی سی ام پیمون میفته. قبلا مستقیم میرفت برای این پی سی، حالا اینجا نگاه کنیم. الان میرور میشه، این ورم میاد. خب دوباره برگشتش هم وقتی که میخواد از این اینترفیس بره بیرون، چون من باس رو زدم، باید باز هم میرور بشه. باز هم میرور میشه. ببینیم وقتی از اینجا اومد داخل سویچ میرور نشد. وقتی که از فست اترنت 01 خارج داشت میشد میرور شد. حالا اگه میخواستین وقتی از فست اترنت 02 میاد داخل میرور بشه، این اینترفیس هم باید مین بشه. اگه میخواستین فقط وقتی وارد بشه میرور بشه، اونجا به جای باس باید RX رو انتخاب میکردین یا TX رو انتخاب میکردین. بریم اون حالت هم ببینیم، فقط حرف نزنیم. نو مانیتور سشن 1، من بیام مانیتور سشن رو غیر فعال بکنم، دوباره از اول بنویسم. مانیتور سشن 1 سورس اینترفیس فست اترنت 01. خب اینجا هم میخوام بنویسم فقط بسته هایی که از این اینترفیس 01 خارج میشن رو بنویس. TX رو انتخاب کنم. TX. خب بعدی مانیتور سشن 1 دستینیشن، دوباره همون رو تکرار کنیم. اینترفیس فست اترنت 05 دستینیشنش باشه. خب بریم یه بار دیگه بررسی بکنیم. وارد شد از فست اترنت 01 به سویچ. اینجا نباید هیچ اتفاقی بیفته. مستقیم میره سراغ 10.10.1.3 و وقتی که داره خارج میشه، الان هم هنوز هیچ اتفاقی نمیفته، از فست اترنت 02 وارد سویچ. اینجایی که از فست اترنت 01 داره خارج میشه میرور میشه. و اینجا اگه شما یه وایر شاک داشته باشین دریافت میکنین. در صورتی البته دریافت میکنینش که کارت شبکه سرورتون روی حالت پرامیسکیوس باشه. فقط یه نکته بگم، اصلا نیاز نیست اینجا شما به سرورتون آی پی بدین. من اینو پاک کنم، اصلا آی پی نیاز نبود من بدم. ببینید روی حالت DHCP برگردیم. این حالت نیازی نیست سرورتون آی پی داشته باشه. خب حالا شما میتونین کل اینترفیس های متصل به سویچ رو انتخاب بکنین و همشون رو میرور بکنین روی فست اترنت 05. میتونین مسیرش رو بذارین دو مسیره، همه رو باس بذارین یا اینکه همه رو فقط ورودی در نظر بگیرین یا همه رو فقط خروجی در نظر بگیرین. اگه اینا رو همه رو بذارین باس، اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته استریمینگ تولزمون رو بیاریم، اینه که دو بار بسته رو دریافت میکنه. این بسته میاد داخل دریافت میشه، وقتی داره میره خارج میشه هم دوباره همون بسته دریافت میشه. دوباره از این ور یه بسته میاد داخل دریافت میشه، داره خارج میشم دوباره همون بسته تکرار میشه. یعنی دو بار تو وایر شاک بسته رو میبینید. پس برای اینکه اگر نخواهیم دو بار ببینیم، میتونین وقتی میخواین کل اینترفیس ها رو انتخاب بکنین، بریم فست اترنت 01 02 03 04 و 06 بیایم بگیم که فقط بسته های ورودی، این وقتی دوباره خارج میشه دیگه از دوباره میرور نشه. این بعدم فقط ورودی، این بعدم فقط ورودی، این بعدم فقط ورودی، یا برعکس فقط خروجی ها. یعنی یک طرف رو انتخاب بکنید که یک بار ببینید. این کارم میتونید انجام بدید. خب این از اسفند. حالا شما میتونین بگین که من فقط میخوام سمت روترم رو ببینم و یوزر یکم، یا من فقط میخوام نصف یوزرمو ببینم، یا اینکه میخوام همه رو ببینم. اینا میتونین مشخص بکنید. قبل از اینکه من برم سراغ VSPAN یه چیزی هم بهتون نشون بدم. شارپ اینترفیس بریف رو ببینیم.
شو اینترفیس استاتوس هم ببینیم. شو اینترفیس فست اینترنت 05. من یه بررسی بکنم کانفیگمون رو ببینم چیزی رو پاک کردیم یا خب نه درست. فست اینترنت 01 توی سشن 1 داره به دستینیشن 05 میره، فقط هم TX. خب توی محیط واقعی اتفاقی که اینجا میفته یه جور دیگه است که حالا اینجا اینو پکت تریسر نشون نمیده. من اینو بهتون توضیح میدم، شما توی محیط واقعی اگه انجامش بدین میبینینش. وقتی شارپ اینترفیس بریف میگیرین، فست اینترنت 05 استاتوسش آپ، پروتکلی داونه. استاتوس آپ پروتکلی داونه. و وقتی که شو اینترفیس فست اینترنت 05 رو بگیرین، همون اینترفیسی که روش ما پورت میرورینگ رو انجام دادیم، اینجا هم میزنه این و آپ و پروتکلی داون، استاتوس آپ پروتکل داون، و داخل پرانتز فکر میکنم میمیسه مانیتورینگ یا میرورینگ. نه میرورینگ که نباید بمیسه، میمیسه مانیتور. اینجا داخل پرانتز یک مانیتور میمیسه، به این معنی این که این اینترفیس داره چه وظیفه‌ای رو انجام میده. این هم حالا تو محیط واقعی شما میتونید ببینید پکت تریس خوب داده نشون نمیده. خب برای اینکه جلسات طولانی نشه من این جلسه رو قطع میکنم و VS Fan رو تو جلسه بعدی بهتون توضیح خواهم داد.